سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. امروز میخوام در رابطه با نحوه آزادسازی مدارک تحصیلی و لغو تعهد تحصیلی با شما صحبت کنم. مشکلی که الان خیلی از فارغ التحصیلای دانشگاه‌های دولتی ما با اون مواجه هستند و میخوام توضیحات بیشتر در این رابطه بدم و همچنین سوالهای شما رو پاسخ بدم. اگر شما هم فارغ التحصیل دانشگاه‌های دولتی هستید، این سری ویدیوهای آموزشی حتما به درد شما میخوره، چون ما هدفمون اینه که بتونیم راهنمایی درست کنیم برای فارغ التحصیلای دانشگاه‌های دولتی که بتونن مدارکشون رو آزاد کنن. اگر می‌بینید من ویدیوهای آموزشی تو فضای آزاد گرفتم، به خاطر اینه که یکم تنوع داشته باشه. بنابراین اگر صدای حاشیه میاد، من از شما یکم عذرخواهی میکنم. امیدوارم این مطالب آموزشی حتما به دردتون بخوره. آزادسازی مدارک تحصیلی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دولتی به جز گروه پزشکیه. اگر شما فارغ التحصیل یک دانشگاه دولتی هستید، حتما دارای تعهد خدمتی هستید. ما تو این ویدیوهای آموزشی به شما آموزش میدیم که چطوری میتونید مدارک تحصیلی خودتون رو آزاد کنید و نهایتاً دانشنامه‌تون رو بگیرید. 3 روش معمولاً وجود داره برای آزادسازی مدارک. روش اول اینه که شما با استفاده از پرداخت هزینه به خود دانشگاه مدرک تحصیلی خودتون رو آزاد کنید و دانشنامه‌تون رو دریافت کنید. توی این روش شما باید هزینه مربوط به ترم‌هایی که تحصیل کردید و مستقیم به خود دانشگاه پرداخت کنید. اینکه چقدر باید هزینه پرداخت کنید و هر ترم چقدر هستش مبلغش، ما جدولش رو توی سایت خودمون گذاشتیم، یا میتونید به من پیام بدید، من براتون لیست هزینه‌های سال جاری رو ارسال کنم. روش دوم با استفاده از سابقه بیمه هستش. اگر شما در واقع دارای سابقه بیمه هستید و جایی مشغول به کار بودید، میتونید با استفاده از اون سابقه بیمه مدرک تحصیلیتون رو آزاد کنید. منتها اینجا باید چند تا نکته رو توجه داشته باشید. اول اینکه سابقه بیمه شما در زمان دانشجویی شما نباشه و بعد از فارغ التحصیلی باشه. نکته دوم این که اگر مدت سابقه بیمه شما تعهد شما رو پوشش میده که به راحتی میتونید مدرکتون رو آزاد کنید. اگر تعهد شما رو پوشش نده، الباقی در واقع تعهد خدمتیتون شما باید هزینه گزاف و در واقع آزاد رو پرداخت کنید برای آزادسازی. بهترین روش و ارزونترین روش استفاده از نامه عدم کاریابیه که ما بیشتر روی این مسئله تکیه داریم و بیشتر توضیح میدیم که چطوری شما میتونید با استفاده از نامه عدم کاریابی مدارک تحصیلی خودتون رو آزاد کنید. سوالی هم داشتید، خوشحال میشیم بهتون پاسخ بدیم. تمام این ویدیوها رایگان هستش، فقط صرفاً جنبه آموزشی داره. من این ویدیوها رو توی اینستاگرام، یوتیوب و کانال تلگراممون میذارم. امیدوارم که به خوبی ازش استفاده کنید. برای آزادسازی مدارک تحصیلی شما حتما باید گواهی موقتتون صادر شده باشه، چون تاریخ صدور گواهی موقت و تاریخ فارغ التحصیلی که داخل متن گواهی موقت زده شده خیلی مهمه و آقایون هم باید کارت پایان خدمتشون حتما صادر شده باشه که بتونن تو کاریابی ثبت نام کنن. مدت زمان 6 ماه برای ثبت نام در کاریابی با رأی دیوان عدالت اداری در واقع منقضی شده و همه دوستان دیگه میتونن به راحتی در کاریابی ثبت نام کنن و دیگه نیاز نیستش که حتما زیر 6 ماه اقدام کنن. رأیش هم ما تو سایتمون گذاشتیم، اگر کسی نیاز داشت میتونه مراجعه کنه به وبسایت ما و اون رأی رو ببینه. خب، زمان مراجعه به کاریابی چند تا نکته رو حتما باید در نظر بگیرید دوستان عزیز. اول اینکه قبل از اینکه در کاریابی ثبت نام کنید برای آزادسازی، توی گوگل سرچ کنید ببینید اون کاریابی اسمش توی سامانه وزارت کار هست یا نه. دوم اینکه کاریابی هایی رو انتخاب کنید که مشاوره خوبی تو زمینه آزادسازی مدارک تحصیلی دارن. بعضی از کاریابی ها مجوزشون رو تازه گرفتن، اصلا هیچ اطلاعی در رابطه با آزادسازی مدارک تحصیلی ندارن. بعضی از کاریابی‌ها هم که قدیمی هستن، باز همینطور توی زمینه آزادسازی مدارک تحصیلی فعالیت نمی‌کنن. خیلی مهمه که شما چطوری ثبت نام کنید که بهتون کار تعریف نشه و کارفرماها نتونن بهتون کار تخصیص بدن. بنابراین قبل از اینکه در واقع تو کاریابی ثبت نام کنید، حتما
توی گوگل سرچ کنید، یه اطلاعات جامعی بگیرید و ببینید اون کاریابی اصلا تو این زمینه تخصص داره یا نداره. نکته بعدی این که مدارکی که شما نیاز دارید برای ثبت نام یک کارت ملی هستش و گواهی‌های موقتتون. حتما باید گواهی موقتتون صادر شده باشه به اضافه یک کارت پایان خدمت برای آقایون. بعضی از کاریابی‌ها به شکل غیر حضوری هم ثبت نام میکنن. کافیه که شما مدارکتون رو از طریق تلگرام یا واتساپ براشون ارسال کنید و اونا عملیات ثبت نام رو براتون انجام بدن. هیچ تفاوتی نمیکنه. منتها زمانی که میخواید برید نامه دریافت کنید حتما باید خودتون حضوری تشریف ببرید. بعد از اینکه شما ثبت نام کردید تو کاریابی، 1 سال بعد از فارغ التحصیلیتون، 1 سال بعد از تاریخ فارغ التحصیلی که داخل متن گواهی موقت درج کرده و 6 ماه پس از ثبت نام در کاریابی، به شرط اینکه براتون شغلی معرفی نشده باشه، میتونید از کاریابی نامه بگیرید و اون نامه رو ببرید به اداره کار منطقتون و اونجا یک نامه بگیرید برای سامانه سجادتون. حالا چجوری میشه با سامانه سجاد کار کرد و مراحل بعدی کار به چه شکلی هستم اونم بعدا انشالله براتون توضیح خواهم داد و فعلا ما توضیحاتی که میدیم در رابطه با اینه که چطوری میتونیم مدارکمون رو آزاد کنیم و نامه کاریابی رو بگیریم. با ما همراه باشید.